با درود از دفتر مرکزی رادیو زودی، من شالوی گلخوجه در 15 دقیقه دیگر برنامه خبری رو معرفی میکنم. امروز 6 می این موضوع ها را داره. پرواز آخرین هواپیمایی که از مسکو به مورمانسک سفر داشت از راه برگشت و در شیرمتیو آتش گرفت. 41 مسافر هلاک شد. از بین 78 نفری که در داخل هواپیما بودند، 37 کس، 33 مسافر و 4 عضو اکیپاژ جان به سلامت بردند. رمضان چون همیشه با پرواز نرخ‌ها آمد. سوداگران در بازارها از کمچینی محصولات میگویند، ساکنان آنها را به انصاف دعوت میکنند. تحقیق انصاف در دیدشون تایو همین ماه شریف رمضان ده کمتر ارزانی و گرانی شود. دیگه چی میگوییم؟ پدر بعد جریمه برای دخترش سیمخانه میسازد. مکتب‌های راهدور در ناحیه نورآباد والدین بعضی خوانندگان را تا به دادگاه برد. به معاش بیاگون چکی اندام فرزندان میساز بخونن. همین 7 کیلومتر یک طرف میشه، 7 کیلومتر دیگه یک طرف. نه روان نیویانه. شام گذشته هواپیمای ساخت روسی به مکان نرسید و در فرودگاه شیرمتیو آتش گرفت. این صدمه 10 نفر را قربان و 5 کسی دیگر را مجروح کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه 3 فرضیه را تحقیق دارد. اولی به انسان وابسته است، یعنی تجربه ناکافی خلبان‌ها، ناظران پرواز و یا مهندسانی که هواپیما را برای پرواز آماده کردند. سبب دوم کمبودی هواپیما و عامل سوم میتواند هوای بد باشد. نهادهای دولتی روسیه روی خط ففتیدگان و نجات یافتگان را نشر نمودند. در روی خط قربانی ها 2 اسم نزدیک به نسبی زادگان آسیای مرکزی و یا جماهیر مسلمان نشین روسیه دیده می شود. فتیدین میرزابک قربانبک زاده و اسکندرف نوروز نورهاتویچ. شادمانیتی موضوع را ادامه می‌دهد. کمیته تفتیشات روسیه تصدیق میکند که روز 5 می بر اثر سوختار هواپیمای سوپرجت 100 در فرودگاه شرمتیوی مسکو 41 نفر به هلاکت رسید. در داخل هواپیما 73 مسافر و 5 عضو اکیپاژ حضور داشتند. فعلا 28 مسافر در ترمینال فرودگاه می باشند. مفتشان و روانشناسان با آنها مشغول هستند. 5 کس را به مؤسسه های بهداشتی انتقال دادند. از بین 78 نفری که در داخل هواپیما بودند، 37 کس، 33 مسافر و 4 عضو اکیپاژ جان به سلامت بردند. Из них 33 пассажира и 4 члена экипажа. شرکت هوایی ایروفلوت روی خط افراد نجات یافته را نشر کرده است. وزارت حالتهای اضطراری روسیه میگوید که از 4 جهازی که پرواز هواپیما را ثبت میکند 2 تاش یافت شد. با نوشته رسانه‌های روسیه، هواپیمای سوپرجت بعد 3 دقیقه پرواز در خط سیر مسکو مورمانسک به فرودگاه شرمتیو برگشت. خدمات فلایت رادار گزارش داد که هواپیما پیش از نشست اضطراری 2 دفعه در اطراف مسکو چرخ زده است. هنگام نشست اضطراری پایه‌های هواپیما شکسته، محرک‌هایش آتش گرفتند. مسافران با استفاده از جهاز اضطراری هواپیما را ترک کردند. مقامات ولایت مورمانسک روسیه 3 روز ماتم اعلان کرده و نزدیکان قربانی‌ها 1 میلیون روبل جبران وعده داده است. شرکت هواپیماهای ملکی سوخوی ابراز داشته است که هواپیما ماه اوگوست سال 2017 هم استحصال شده، ماه اپریل سال روان از معاینه فنی گذشته بود. برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در تاجیکستان ماه شریف رمضان فرا رسید. چون معمول این ماه بالاروی نرخ محصولات غذایی را در پی دارد. هرچند مقامات پیوسته با تشکیل یارمارکه‌ها میخواهند نرخ را نسبتاً پایین نگه دارند، ولی خریداران با آزرده حالی از بازارها بیرون میشوند. بالاروی برخی از انواع غذا در کشور در حالی است که به این هم فرق بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان بزرگ بود. همکاران ما از نسایش ورمیا به چند بازار رفتند و این گزارش را مومن احمدی تقدیم میکند. همسالت در آستانه ماه رمضان نرخ‌های محصولات غذایی در تاجیکستان بالا می رود. از همه پیش نرخ آرد و روغن، کارتوشکا و برنج و پیاز افزایش می یابد. ساکنان از قبل ذخیره می کنند. بعضی ها می گویند یک باره خرید کلان می کنند تا اینکه به وقت روزه‌داری سرسان نشوند و به بازار نروند. امسال در عرفه ماه رمضان نرخ گوشت 10% بالا رفت. معمولا در افطار مردم گوشت استعمال می کنند. از این رو طلبات بیشتر می شود. در بالاروی نرخ‌ها تاجران را عیبدار می کنند که با استفاده از فرصت می خواهند فایده بیشتر به دست آورند. تحقیق انصاف در دیدشون تایو همین ماه شریف رمضان ده کمتر ارزانی و
گرانی شود. دیگه چی میگوییم جورا؟ پروردگار پیشوی کورشون شده کنه. حاضرشا هست توشه معلوم میکنم اساس پیدا شده. کارتشکا دونیم سوم بود سه همون کارتشکایی که عادی همین خلق عادی میخوره برای کراخمالای حالا که 50 درهم قیمت شده. این دیده میشه که همه این نرخ‌ها قیمت میشن. اگر راستش رو گویم من کار نمیکنم و برایم بسیار مشکل است. و سوداگرا میگیم که یک ارزان‌تر کنن نرخ نوارا. خدا انصاف توفیقشون زیاد کنه پروردگار. در یکی از بازارهای دوشنبه میگویند در هفته نو نرخ گوشت در تاجیکستان به حساب میانه از 15 تا 17% بالا می رود. اما در گوشت فروشی های آنها نرخ تغییر نمی یابد. نمایندگان شهرداری با دکانداران ملاقات کردند و از آنها خواستند که نرخ را بلند نکنند. ما هم زکات گرفته موندگیم، مقصد روز سودا کرسیم. مقصد خلق خدمت میکنیم. یک سبب افزودن نرخ کارتوشکا در آن است که ذخیره های پیشتر تمام می شوند. با گرفتن حاصل نو نرخ پایین می رود. با آنها نیز کارمندان شهرداری واخورده هشدار دادند که بالا بردن نرخ برایشان گران می افتد. بعضی آدم ها میگن که در رمضان نرخ و قیمت بشن، متاسفانه خیلی نیست. رمضان خودش هم با همین سیزونی که سر میشه بارهای نو میداره کارتوشکا پیاز سازی هم بگیم در وقتی همی اومگه رمضان و میده شلوغ و ارزان‌تر میشه. حالیم جان بابایف وکیل تاجیک میگوید بالاروی نرخ‌ها در رمضان به کاهش موسمی محصولات وارداتی و یا بند نورسایی مال در بازار ربط ندارد. همه این توسط تامینات علاوه‌ای حل کرده می شود. Отсюда, когда все идут на рынок, чтобы делать запас برای ذخیره کردن به بازار می روند، در این دوره نرخ‌ها بالا می رود، طلبات زیاد می شود. این طلبات به طور صنعی به وجود آورده شده است و فروشندگان از آن استفاده می برند، چون که در بازار در جنبه‌های اخلاقی محدودیت نیست. هر قدر طلبات بلند باشد، моральным отношениям или моральным аспектам оно не имеет. با عقیده این وکیل در بلند رفتن نرخ‌ها تامین کنندگان بزرگ محصولات عیب دارند. آنها از لحاظ محصولات الهیده مونوپولیست به شمار می روند و در ماه رمضان امکانی به دست آوردن درآمد بیشتر را از دست نمی دهند. باید با بازار امکان داده شود آزادانه فعالیت نمایندگان با همه چیز به ترتیب می درآید. بازارهای استعمالی ما مونوپول شدند. مونوپولیست‌هایی هستند که نرخ را در بازار معین می‌کنند. کارشناسان میگویند معمولا به وقت عید مقدس مسلمان‌ها نرخ‌ها سال 2 مرتبه بلند می‌روند. دفعه اول قبل از آغاز روزه و بار دوم در آخر ماه یعنی پیش از عید رمضان. بعد این نرخ‌ها باز به حالت پیشتر برمیگردند. اما رمضان امسال به موسم حاصل کشاورزی راست آمده است و کارشناسان امیدوارند که جهش نرخ چندان زیاد نخواهد بود. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفنی ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. جریمه چند پدر و مادر در ناحیه نورآباد باعث شد که آنها به ساختن صنفخانه برای کودکانشان دست و آستین ورزنند. این والدین میگویند دادگاه سبب‌های از مکتب دور ماندن دختران آنها را به نظر نگرفت و جریمه را تعیین کرد که قدرت پرداختش را ندارند. تحلیلگران نیز به جوابگری کشیدن والدان را راه حل نمی‌دانند. سرانگیز نوروشا و شادمان یتیم با این خانواده ها صحبت کردند و میگویند آنها راه دیگر را پیش گرفتند. منظوره الهامیدین هر روز با طی کردن قریب 7 کیلومتر راه به مکتب می رود. دوری راه و درد پایها سبب شد که او یک مدت از مکتب دور ماند. این خواننده میگوید در یک روز طی کردن در مجموع 14 کیلومتر راه برای او خیلی مشکل است. میرم سیم درس، چهارم، پنجم درس میرم که اوج خیلی درس دیوشتیست. با گشته آمده؟ با گشته میام که خداست 4 بگشتگی خیلی بود راه دور خیلی پام در من خوب میرم. الهامیدین جمعیف پدری منظوره را دادگاه نورآباد برای مانع شدن به تحصیل دخترش عیبدار و 5000 سامانی جریمه کرد.
به گفته این پدر دلیل و سبب یک مدت از تحصیل دور ماندن منظوره را در دادگاه به نظر نگرفتند. شاهروی دوشنبه جرگتون مقصد روی عبور کننده ندارد، چراغک هم ندارد. بعد به این راه رما میرود، ماشینای دیگه ماشینا را میرسول، نه فقط ماشینای هم تاجیکستان بلکه خارجی ها میروند، ماشینای قرغیز هم میروند، افغانستان هم میرسول. به همین سبب رفتن میدن سیل است، برف، ترما، گرگه. در دهه دیولاخک ناحیه نورآباد تنها یک مکتب تا صنف 4 فعالیت میکند. در برابر الهامیدین از این دهه 2 پدر دیگر هم با همین جرم جریمه شدند. الهامیدین میگوید جای کار نمیکند و توان پرداخت جریمه را ندارد. مسئولین معارف ناحیه اقرار میکنند که راهی برخی خواننده ها از مکتب از 3 تا 7 کیلومتر دور است، اما به تاکید آنها این نباید سببی از تحصیل دور ماندن کودکان شود. پدر و مادرم خب وکاله داره که در کدام شکل وای که نباشه و خواننده تحصیل باید دور نمونه و در همین اساس غیر از این امکانیت‌های راهدوری هم که هست اینو سبب میشوند و خیر به هر حال اینم خطر سببی نیست، باید که امکانیت بیاید و تحصیل فرزنداشون فرا بگیرند. سالهای شوروی از دهه دیولاخک مثل دیگر دهات دوردست خواننده ها با اتوبوس به مکتب برده می شدند. حالا الهامیدین با همدهه ها در شفت مکتب ابتدایی دهه 2 صنفخانه دیگر می سازند تا از این پس فرزندانشان از مشکل دوری راه و خودشان از جریمه مقامات امین مانند. این مکتب حساب خدمت کردگیم به معاش به اگون چکی اندام فرزندان مثال بخونن همین 7 کیلومتر یک طرف میشه، 7 کیلومتر دیگه یک طرف نه روان نیویان همش دختره بود. ناحیه نورآباد حدودی 17,000 خواننده دارد که در 85 مکتب تحصیل میکنند، اما به دلیل نبود مکتب‌های 11 ساله کودکان برخی از دهات مجبورند با طی کردن مسافه‌های زیاد به روستاهای دیگر روند. این مشکل سبب می شود دختران زیادی دهات تحصیل را بعد از صنف 9 ادامه ندهند. بسیاری دخترها عین ایانور لبیجر رهشون درازه ای صنف 9 میبرویند دیگه نمیروند مکتب. من میفورم که بخونم مکتب راه مندوره نمیمونم. مقامات ناحیه نورآباد میگویند در یک سال اخیر توانستند 47 نفر اکثرا دخترانی از تحصیل دور شده را به مکتب برگردانند. از سوی دیگر به گفته آنها شمار دخترانی که به مکتب‌های عالی داخل میشوند حالا بیشتر شده است. برای هر یک دختر تحصیل کردن خیلی ضرور می باشد، چون که او وقتی تحصیل میکند او آینده خود وظیفه دار شده، صاحب کسب شده، باز می تواند که زندگی خود را پیش برد. در یک سال اخیر در تاجیکستان 151 مکتب برای 73,000 خواننده ساخته و حدود 200 مکتب ابتدایی به عمومی تبدیل شده است. اما در دهه دیولاخک و اکثر دهات دوردست هنوز هم برای خواننده های صنف‌های بالایی مکتب نیست. نبود مکتب در بسیار موارد سبب مجازات پدران می شود. به تاکید تحلیلگران مجازات والدان برای دور ماندن کودکان از تحصیل راه حل نیست و باید مقامات خواننده ها را به مکتب های دسترس و شرایط تحصیل تامین کنند. زرنگزی نوروزشاه، شادمان یتیم، آزادی، نورآباد. روز شنبه مصر اعلان کرد که در کنار اهرام بزرگ جیزه یک قبرستان را آشکار کرده است. با گفته پژوهشگران مصری در یکی از گروه‌های این قبرستان تخمیناً 4400 ساله جسد 2 راهب جای گرفتند. افرادشناسان بر این نظرند که یکی از جسدها بهنوی که دادرسی عالی و رئیس ساختمان اهرام خفره بوده. جسد و یا مومیای دوم راهب بزرگ دادگاه مقدس نوی می باشد. در داخل قبر همچنان نگاره های چوبی یافت شده است. هر سال هزارها نفر به تماشای اهرام مصر می‌آیند که یکی از 7 معجزه عالم به شمار می رود. و گلمیرا خدایبردی و وزیر معارف و علم قرقیزستان فرمان صادر کرد که در اساس آن مدیران و آموزگاران مکتب‌ها از دریافت تحفه و جمع‌آوری مبلغ برای برگزاری زنگ آخر منع شدند. تشکیل چهاربینی‌ها در مرکزهای دلخوشی با اشتراک خط‌کنندگان هم منع است. زنگ آخر در مکتب‌های قرقیزستان ساعت 9 صبح روز 25 می صدا می‌دهد. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما عزیزان است. www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد. تا فردا، خدا نگهدار.